درودی پر از مهر و محبت ما را بپذیرید. در مهمانی جمهوریت امروز استاد بسیار عزیز ما، نویسنده خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابا عبدالله رودکی برات عبدالرحمن حضور دارند و ما حضورشان را به این درگاه خیر مقدم میگوییم. سلامت و باشید. از پذیرایی دعوت بسیار شادیم. خب خوش آمدین استاد. سلامت باشید، سپاسگزارم. خب با استاد از سال 1984 آشنایی دارم، یعنی این آشنایی 40 سال با عمرش افزوده است و در این مدت با ایجادیاتش از نزدیک شناسایی دارم. همیشه از پایان به بالا برآمده است و قله‌های بلند ایجادی را فتح کرده است و البته فتح قله‌ها برایشان آسان نبود. با دشواری، با زحمت زیاد، با آموزش این قله‌ها را طی کرده است و البته با دعای نویسنده زنده یاد ما جلال اکرامی و استادم همیشه از خدمت‌های او، از مهربانی‌های این استاد زبردست یادآور می‌شوند و واقعا هر که به استاد کرد آغاز کار باری او ندارد اعتبار و استاد یعنی استاد دارند. و چون در آغاز صحبت من گفتم که آشنایی دارم، برات عبدالرحمن نخست با حکایه‌هایشان محبوبیت پیدا کردند در میان خوانندگان و بعد به قصه ها گذشتند و بعد به رمان‌های بسیار کلان حجم و ماندگار هستند و خواننده های زیادی دارند. موضوع اثرهایشان نیز گوناگونند، هم درباره مادر، موضوع جاودانی، درباره عشق، درباره یعنی وطنداری بیشتر. و استاد میخواستم نخست از آن صحبت را آغاز کنید که شما از حکایه به قصه گذشتید و اون قصه ها درباره یعنی کتابتون با نام دولت سر مادر بود و دنیای سبز عشق بود و یک باره با موضوع بسیار وطنداری، افتخار وطنداری و امسال باز خوشبختانه سال معرفت حقوقی است و ما حتما میخواهیم صحبت را از اثر شما و اثر کلان حجمتان کروش کبیر شروع کنیم که شما با اون تخت های جمشید رو رفتین دیدین و بسیار سعی و کوشش زیاد کردین که تا این اثر رو تالیف کنید. میخوام در همین خصوص صحبت کنید. راست گپ، مهر نوشتن رمان کروش کبیر اگر گوییم در دوره کودکی همچون یک تخم، یک سبزه پدید آمده بود خطا نمی کنیم. ما در دهه مکتب چشمه جوشان تحصیل می کردیم و یک کتابخانه خردی داشت که من به کتاب مهر بسته بودم و هر گاهی که همین در کتابخانه رو می کشودند من در تخته می در آمدم و یکون کتاب پیدا می کردم و این کتاب رو ورقگردان می نمودم. از خلای تاریخ نمیدونم خواننده صنف 6 بودم یا 7 که یک کتاب به دستم افتاد، اگر خطا نکنم کتاب تاریخ خلق تاجیک بود و در آنجا صورت یک خانمی بود که سر نفری رو بالای دست داشته، در زیر اون نوشته ها بود و من خواندم که من تو را از خون سیر میکنم ای نفری که ای کروش جهانگیر. و من حیران شدم که این کی باشد کروش، چرا این سر کروش رو بریده است و من این معما رو سالهای دراز میکفتم. وقتی که به دانشگاه داخل شدم یکون چیزی به دستم نافتاد و از قضای تاریخ سالهای 4 یا 5 میخوندم که تاریخ هرودوت رو پیدا کردم. تاریخ هرودوت در همونجا درباره کروش کبیر در کتاب 3 بسیار مفصل آوردگی است
و همه تاریخ نگارانی که درباره کوروش می نویسند اکثرا به زمینه تاریخی همین کتاب گیرادوت تکیه می کنند. البته درباره کوروش تاریخ نگاران دیگر مثلا کسینافونت و کلیتارخ و دیگران نوشتگی هستند، لیکن مفصل ترینش همین کتاب گیرادوت است. با من وقتی که همین سالهای 95-96 بود، انا با جستجو سر کردم، موادها گرد آوردم، لیکن جرأت نمی کردم که درباره این شخص نویسم، چون که جستجو کردم که حتی در همون سرزمین باششگاهش فارسی باستانی درباره کوروش کبیر رمان تاریخی نبود. تاریخ نامه ها بودن، یعنی تاریخ نگاران مثلا همین ایرانی و تاریخ نگاران مثلا غرب درباره کوروش نوشته بودن، لیکن خود ایرانی ها رمان همون سالهایی که من میخواستم رمان نداشتن. و من با تقاضای همین سرنوشت و جستجوی کوروش برآمدم، خواستم که سرزمین و باششگاه و وطنش را پیدا کنم. و در تاریخ نامه ها می گفتن که زادگاه کوروش کبیر، پدران کوروش کبیر یعنی پدرسالاران کوروش کبیر در باختر قدیم در بلخ قدیم پدید آمده، بعد به سرزمین پارس کوچیده اند. و من رفتم به همون سرزمین پارس. اول به تخت جمشید رفتم، اول به شهر شیراز رفتم. از شهر شیراز با یک همون تاکسی نشستیم و ما را برد به همون پاسارگاد به پرسیپال تخت جمشید. و همون راننده تاکسی گفت که من دیگر به پاسارگاد نمی روم، گفت روز بیگاه شده ای، تو است، راه دور است. من گفتم اگر من رو نبری من حق خدمتت رو نمیتیم. گفتم رفتن گیر، من دیگر تاکسی میگیرم. گفتم بعد نوچور همون تاکسیستی که من رو تا همون پرسپال برده بود، یعنی تخت جمشید، به همون قدمگاه کوروش برد. قریبی غروب آفتاب بود یاد دارم. و رفتیم اونجا پاسبانان بودن در همین گردی همون سغانه یا آرامگاه کوروش کبیر. همین تخته های زیاد بستگی بودن که نزدیک آمدن نمی گذاشتن. بعد من رفتم و در نزد سرپاسبان گفتم که من از راه دور آمدم، درباره همین آدم، درباره همین کوروش کبیر اثر نوشتن می خواهم و با من رخصت بدی. من اگر بالا رفته سغانه کوروش در بالا ببینم حق خدمتت میتیم. و روزی شد. بعد من همین صغیره کوهستان که هستم چسبیده به همون چوب و تخته ها و بالا برآمدم سرم در سغانه کوروش کبیر انداختم. های سغانه کوروش کبیر یک روزنه دارد، تقریبا بلندیش 0.5 متر به 1 متر. اونجا آدم در آمده قریب نمیتواند. پنجره دارد باز. و از همونجا خیلی تماشا کردم و باز شکر گذاشتم که آمده همین سغانه کوروش کبیر در زادگاهش پسرگاد زیارت کردم. و پایان فرامدم، آفتاب فرو نشسته بود و دیدم که در دورتر از همون یک باغی هست که اون باغ کوروش کبیر میگفتن کوروش کبیر بنیاد کرده است و بعد همون درختان رو عوض کردن پای در پای. وقتی که به تاکسی برگشته می نشستم، پاسبان از پشتم آمد و تاکسیست گفت که همین آدم به شما گپ دارد. بعد گشته گفتم آقا چی میخواید؟ گفت حق خدمت نمیتی. بالا برآمدی من یادت دادم. من از خرسندی فراموش کردم که مثلا همون حق خدمت وعده کردگی را بعد دادم. بعد گشته اومدیم. این سفر نخستین بود. من به همون قدمگاه کوروش کبیر 5 مراتب رفتم. 5 مراتب رفتم، از بر و از کنار، از بر و از سر قدم زدم. هم پرسیپولا، هم استخره، همون قدمگاه هایی که شاهنشاهان مثلا خخامنشی و شاهنشاهان ساسانی و شاهنشاهان بدینه
همونجا بنیاد کرده بودن یک دیدم و مثلا همون شهر شوش رفتم. شهر شوش این پایتخت دوم هخامنشی هست. به همدان رفتم، این پایتخت نخست هخامنشی هست. هخامنشی پسرگودا پرتیپولا این پایتخت موسمی بود، یعنی در بهار نوروز جشن میگرفتن با شکوه، بعد به همدان میرفتن. یعنی یک بطن میگوین اونا در تاریخ و یک بطن یا همدان رفته دیدم، اصفهان رفته دیدم. خلاصه که همین سراسر سرزمین ایران قدم زدم و کتاب های زیاد گردآوری کردم و در زمینه همین کتاب ها با نوشتن همون رمان کوروش کبیر شروع کردم. بسیار دشوار بود چون که فرضیه های گوناگون پیش می اومد. در میان فرضیه های گوناگون یک فرضیه را انتخاب کردن در کار بود که به حقیقت بدیهی، به حقیقت به تخیلات بدیهی راست بیاید، واقعیت باشد. چون که در مورد کوروش کبیر همون روایت های زیادی افسانوی هم هستند، از بین آنها واقعیت تاریخی را جدا کرده تونستند در کار بود. و شما حاضر یادآوری کردید درباره سال حقوقی مثلا معنوی و من خاطر رسان میکنم که کوروش کبیر یکی از نخستین نفرانی هست که منشور مثلا همون حقوق بشر یا که مثلا میگویند همون اعلامیه حقوق بشر نخستین بار برای همون مردم در بابل نوشته است. و من گمان میکنم که در بابل یک سنگ بزرگی هست، سنگ نوشته های تاریخی یک شخصیت بزرگ پادشاه قدیمه. من نامش رو حاضر یادآوری کرده نتونسته ایستاده‌ام. همون نوشته ها هستند. اون نوشته ها تقریبا 1000 سال 1500 سال پیش از کوروش بود و این نوشته ها بیشتر درباره حقوق مثلا غلاما، درباره حقوق خواجه ها، درباره مثلا سپاریدن اندوز، خرید و فروش بود. لیکن کوروش کبیر این اعلامیه حقوق بشر نخستین بار قبول کرد که این اعلامیه حقوق بشر، من بسیار خرسند هستم که این اعلامیه حقوق بشر نسخه این آورده در ما گذاشتن، هیکل کوروش کبیر گذاشتن در باغ کوروش کبیر. و کوروش کبیر این قدمگاه بزرگ کوروش کبیر این تاجیکستان ما شد، تاجیکستان عزیز ما شد و مردم کوروش کبیر رو همچون یک شخصیت بزرگ، یک شاهنشاه بزرگی که مثلا در 3 قطعه عالم، هم در مثلا آسیا، هم در اروپا و هم مثلا در افریقا همین قلمروش رو پهن کرده بود و با عدالت و با سیاست عادلانه حکمرانی میکرد. مردم ما شناختند و اهل جهان میگویند که یک گرد گفتگی یک نویسنده بزرگ است، یک فیلسوف بزرگ است، میگوید که اگر در جهان 10 شاهنشاه بزرگ باشد و یکی از کوروش کبیر است. اگر میگوید یک شاهنشاه بزرگ باشد همان کوروش کبیر است. این گرد فیلسوف نیمیست میگوید اینا. یعنی ما افتخار میکنیم که ما از مثلا همون از نسل یا از نسب کوروش کبیر هستیم، آریایی هستیم و مثلا تاریخ ما با همون تاریخ دولتداری کوروش کبیر رقم میخورد. در همون امپریای پهناور کوروش کبیر مثلا باختر، سوخت، خوارزم که قلمرو سرزمین ماست، یک ساتراپیا یا ولایت های علاهیده بودند که در تاریخ نامه هرودوت بسیار زیبا ثبت شده اند. و نیاگان کوروش کبیر از باختر خسته است و اینها در مهاجرت دوم وقتی که مثلا همون جنگ بین گشتاس و جنگ بین ارجاس بالا میگیرد
و ارجوس پیروزی به دست می‌آورد. بار دوم اینها به واسطه اینها ناچار مهاجرت کرده با واسطه سیستان و با واسطه مثلا زابلستان به سرزمین پارس میروند و سرزمین آنها پسرگاد نام داشت به خاطر آنکه اینها در کنار سرحد دولت ماد بودند. مادی ها هم نسب اینها بودند، هم نسب مثلا همون پارس های رفته بودند و اینها سرزمین خود را پارس نامیدند، یعنی پرسومش نامیدند و این پرسومش همون نام پارس از همون باقی مانده است. و کوروش کبیر بنیادگذار یک امپیره متمدن جهانی هست. گگل میگوید که کوروش کبیر نخستین شاهنشاه هست که امپیره متمدن جهانی را، امپیره عادلانه جهانی را بنیاد گذاشت. تا کوروش کبیر میگوید امپیره ها بودند، مثلا امپیره بابل بود، آشور بود و این امپیره ها میگویند شاهنشاهانشون با آن فخر میکردند که من چشم دشمنانم را با دست خود کندم. مثلا سرگان گفته که یک شاهنشاه در نینوی با آن افتخار میکند که 3000 دشمنش را با دست خود کشته است. کوروش یگانه شاهنشاه بود که عدالت را رعایت میکرد. در قلمرو کوروش کبیر 53 زبان بود، 53 خلقیت زندگی میکردند، لیکن کوروش هم به همه همان زبان و عنعنه و سنت آنها احترام میگذاشت و بیهوده نیست که در همان اعلامیه کوروش کبیر میگوید که من خدایانی که مثلا از بابل برآورده بودند من برگردونده در جایگاهشون نشاندم. در بابل خداهای زیادی بود و این خداها را مثلا از قلمرو دیگر دولت بیرون برآوردن و گفتن که شما فقط و همین آشور و اشتر رو به همون چی اطاعت میکنید، یعنی سجده میکنید. و کوروش اینها رو برگردونده جابجا کرد و مقبره ها رو آباد کرد و کوروش نوشته است در همون اعلامیه که باید به غلامان ستم نکنید، کسی که به غلامان ستم میکند او رو ما ستم خواهیم کرد، کسی که ثروت غلامان را میستاند ما آنها را برگردانده خواهیم داد، کسی که با زورآوری ثروت دیگر را گرفته است ما بازگردانده دادیم و اگر بازگردانده نداشته باشه ما مبلغ اون را دادیم که برقرار کند. یعنی کوروش کبیر تا این اندازه شاهنشاه عادل بود و در نبردهایش هم کوشش میکرد که با جنگ و زورآوری کمتر رو بیارد. او دیپلماتیای مردمی سیاست سازشکارانه رو پیش می برد. با همه همون شاهنشاهان و با همه همون پادشاهانی که زیر دستش بودن سازش مثلا همکاری داشت. می گفت که تو زبان خودت خطی همون مردم خودت خطی کار میکنی، من مثلا همون دشمن اگر با سرزمین تو حمله آورد من حمایه میکنم. همین خیلی یک سیاست بسیار عادلانه داشت کوروش کبیر. بله. وقتی که این اثر چاپ شد بسیاری از خوانندگان و محققان بر این اندیشه بودند که این قوله بلندترین ایجاد شما است و پس از این نوشتن اثر برای شما بسیار مشکل می شود، ولی شما نیمروی اعراف را باز تألیف کردید و اثرهای دیگر را. اندیشه شما در این باره چی است؟ راست گپ بعد همون رمان کوروش کبیر من رمان کامبوجیا رو نوشتم. پسر کوروش کبیر کامبوجیا پیروزی و مرگ رو نوشتم. من راست گپ رمان دارای بزرگ سر کردم. رمان دارای بزرگ سر کردم از بس که دارای بزرگ مثلا سلاح بردار کامبوجیا بود، از کامبوجیا تقریبا 10 سال خردتر بود و اینها پسرعمک بودن و دیدم که حجم کتاب کلان شد و مثلا اگر دارا رو میگنجاندیم این مثلا همون یک کتابی مثلا ممکن که گنجایشش وسیع‌تر میشد. از این خاطر نه
نام رمان کامبوجیا موندم. این با این خاطر که کامبوجیا پسر کلانی کوروش کبیر است و او برادرش بردیا رو به خاطر منصب شدن، به خاطر آنکه بردیا دوستدار پدرش بود و بردیا در باختر والی بود و در نبردهای آخرین کوروش هم شرکت داشت و وقتی که کوروش کبیر به نبرد می رود به جایش پسرش کامبوجیا رو در همدان یا اکباتان جایگزین می کند. این از واویلون آمده حکمرانی رو در همدان پیش می گیرند و وقتی که کوروش کبیر ناگهان کشته می شود جسد او رو و پسرگود به زادگاهش می برند و بعد چند مدت این علاقه به تخت پدرش نشسته بود، تاجگذاری کرده بود و به خاطر آنکه همون برادرش تخت و تاج رو نگیرد او رو نابود می کند و در تاریخ نامه ها کوروش کامبوجیا یک شخصیتی مثلا همون وسواسی هست، کمتر وسواسی هست. وقتی که مثلا همون ستایش میکنن که دختر پادشاه، دختر فرعون مصر قدیم اماسیس بسیار زیبا هست، این همون دختر رو خواستگاری میکند. اماسیس از بس که می ترسید برای همین دخترش رو یک دختر داشت، نمیدونه چیکار کند، از روی نوشته گیرادوت و یک کنیز زیبا رو که به همون سرزمین همدان میفرستد و میگوید که این دختری من است با پاداش ها و این کامبوجیا اسیر زیبایی همون دختر اماسیس میگردد و بار دختر خودشیطایی میکند که من دختر اماسیس نیستم، اماسیس شما را فریب کرده و این کامبوجیا در تاریخ نامه همون گیرادوت هست شمشیر را میگیرد و شبانه همون دختر را میکشد و دورا را فریاد میکند که جسد این را برده پرتاب در دریا در رودخانه و رمان همین کامبوجیا هم از همین سر می شود، از همین کشته شدن دختر اماسیس و آهنگ لشکرکشی کامبوجیا به مصر و این رمان دورای بزرگ حالا تمام است، بنده یاد دارم، مواد گرد آوردم. این دورای بزرگ یک شخصیتی بسیار همین ارزنده هست که می سازد درباره آن نویسیم و در تاریخ نیاگان ما اگر همین خطار کنیم همین شخصیت های ماندگار همون بعد اینها بعد دورای بزرگ اسماعیل سامانی هست و چند نفر دیگری هستند که می‌سازد درباره آنها ده‌ها اثر نوشت و بنده رمان نیمروی اعراف تقریبا بروقتر سر کردم. بروقتر به اون خاطر سر کردم که همین مواد زیاد درباره همین نیمروی اعراف گردآوری کردم و نامش هم رمزی است و اون خاطر که نیمروی اعراف این گذرگاهی هست، پل صراط است و ما در دوره سالهای 90 و 92 این همون دوره ها فرا میگیرد گویا در بالای پل صراط قرار داشتیم، نمیدونستیم که فردا چی می شود، تقدیر آینده ملت و تقدیر آینده دولت ما به کجا می رسد و از همین خاطر این رمان هم قریب رمان تاریخی هست، یعنی که درباره همون تاریخ واقعه های سالهای 90 فرا می گیرد، مبارزه ها برای تخت و تاج، مبارزه ها میدانشینی ها. این رمان از بازگشت واپسین عالیه عشق سر می شود، بازگشت عالیه عشق، بازگشت عالیه عشق سر می شود که عالیه عشق از افغانستان برمیگردد و چه خاطر این همون حادثه سر کردیم و اون خاطر که از سالهای 85 سر کرده واقعا همین بیدارشوی
شعور مردم ما بیشتر از نفرانی که از افغانستان برگشتند توسط همانها مثلا بیدار میشد. آنها دنیای نو را افغانستان رو رفته آشنا میشدند و واقعه های افغانستان با تقدیر همون سرنوشت ملت ما هم تاثیر زیاد داشت. همین گرد میدان نشینی ها و گرد همایی هایی که در دوشنبه برگزار گردید بیشتر زیر مثلا هدایت و زیر الهام همون گویم آهنگ های انقلاب افغانستان و انقلاب مثلا آزادی خواهانه همون دوره ها پدید آمده بود و بیهوده نیست که در اون دوره قریب شعار شعر اقبال بود. شعر اقبال از خوابی گران خیز و همین در همین رمان گردآوری شده است و سرانجام در اینجا سرنوشت محترم جناب عالی هم که دپوتات مثلا مردمی انتخاب شد و چخیل با مبارزه ها با این میدان برآمد و چخیل توانست که مثلا در بین رقیبانش دپوتات شود و همه این واقعه ها هم درباره مثلا شخصیت های همون دوره، شخصیت های سیاسی همون دوره از مثلا جناب محکموف و جناب نبیوف و جناب کنجایوف و دیگرها کشیده در همین کتاب گردآوری شده است و این کتاب من فکر میکنم که تاریخ اجتماعی خلق تاجیک، مردم تاجیک را، دولت سازی مردم تاجیک را، مبارزه های مثلا بیداری مردم تاجیک را فرا میگیرد در سیمای قهرمانش بهرام جان که این بهرام جان یک نفری هست که از دیه آمده مثلا در همین شهر به کمال میرسد و با مبارزه ها شریک می شود و مبارزه های مثلا پشتیبانی از زبان ملی و مبارزه ها در میدان مثلا در واقعه های فوریه همه همینا در همین کتاب نیمه راه اعراف هست. یعنی ما نیمه راه اعراف را با دشواری هم باشد پسی سر کردیم. این آهنگ همین که ما می توانستیم در همین نیمه راه اعراف درمانیم. نیمه راه اعراف درمانیم. این نیمه راه اعراف مجازی هست چون که من رمان دارم با نام بیشت فریبا. بیشت فریبا این واقعه های تا سالهای 90 تا سالهای 85 و 87 شما رمان مثلا دولت سر مادر یاوری کردی و داوری کردید همون فرا میگیرد. یعنی دوره شوروی، دوره مثلا اتحاد شوروی که ما یک دولت در هیئت عام بودیم و در آخری همین دوره رکود چقدر مبارزه ها بود، چقدر تلاش ها بود، چقدر پیکارها بود در رمان بیشت فریبا گرد آوردیم و نیمه راه اعراف دوام منطقی همون بیشت فریبا است. اگر کمبوجیا دوام منطقی کروش کبیر باشد نیمه راه اعراف دوام منطقی بیشت فریبا است. خب شما در صحبت یادآور شدید که در بالای رمان دارا کار کرده ایستاده. یعنی یک مقصد آینده‌تون رو بیان داشتید و باز نقشه دیگر دارید یا که همین الحال با همین یک بیان ایجادی دیگر بند هستید؟ راست دیگه اگر عمر وفا کند من رمان اسماعیل سامانی را به پایان رساندم. رمان اسماعیل سامانی رمان بسیار کلان حجمی هست که دو خط سیوژت دارد. خط سیوژت سالهای 90 که ما دولت سازی داشته، مبارزه های دولت سازی و دوره دولت سازی اسماعیل سامانی. وقتی که من رمان اسماعیل سامانی را سر کردم و تقریبا 100 صفحه نوشتم دیدم که خیلی من همون سخنانی که در تاریخ نامه ها هست همون کمتر به زبان بدیعی گردانده ایستاده ام. بعد گفتم برات عبدالرحمن
اگر تو نویسنده باشی و خودت نویسنده حساب کنی خیلی همون تاریخ تکرار کردن چی ضرورت دارد؟ تو یک چیز بیافر که مثلا جستجوی ایجادی داشته باشد، افغانی داشته باشد و به همین خاطر من کوشش کردم که همین تاریخ سرنوشت تاریخی دولت سامانیان را با سرنوشت تاریخی دولت سازی نیاگان خودمون مثلا قیاس کنم، در ترازو برکشم، مثلا همون برد و باخت ها را مثلا پیش گذارم، شخصیت ها را به میان پرتویم. مثلا اگر در رمان اسماعیل سامانی یک بابی هست با نام سویقصد. این سویقصد مثلا به جان اسماعیل سامانی سویقصد میکنن و در همین رمان مثلا اسماعیل سامانی هم یک بابی هست با نام سویقصد، یعنی سویقصد به جان گویم پرزیدنت جوان ما که مثلا میخواهم بدخواهان او را از میان برند. یعنی این بعضی لحظه های هست که به همدیگر مانندی دارند. اسماعیل سامانی وقتی که به تخت نشست در اطرافش سر و سر مثلا دولت رو مثلا دشمنان مثلا گوییم اگر درش ناید قوم های بیگانه، قوم های ترکتبار پیچانیده بودن، دولت خزر بودن بالا، مثلا غوزها بودن، آغوزها بودن، مثلا خرخانی ها بودن در بلساغون و در مثلا تراز و در همون جا بود و باش داشتن. اینها همه وقت سرحد شکنی میکردن و مقایسه کنید ما در همون وضعیت قریب هستیم. همین دولت تاجیکستان مثلا یک دولتی هست که مثلا در میان یک دولت یگانه هست که در میان مثلا همون چی میگوین یک حوزه بزرگی مثلا تاریخی را نگاه داشته آمده است و هزاران سپاس میگویم که ما هستیم، ما دولت داریم. در خریطه سیاسی جهان در خطر 205 دولت بزرگ نام تاجیکستان وجود دارد، زبان تاجیکی وجود دارد. در خریطه سیاسی ما را میشناسند، پرچم داریم، سرود ملی داریم، نشان دولتی داریم و این برای ما افتخار است و ما باید به قدر این برسیم. و من همین در رمان اسماعیل سامانی کوشش کردم که همین را برکشم، به خواننده ها رسانم که دولت سازی بسیار دشوار است. میتوان با یک خطای نوچیز دولت از دست بای داد، میتوان با یک خطای نوچیز دولت از دست برود. برای همین باید ما احتیاط کنیم، دولت و دولتداری را چون گوهرک چشم احتیاط کنیم، به قدر اون برسیم و مثلا از بعضی ناامیدهایی که هست ناامید نشویم، بسازیم دولت ساختن در کار است، مهنت کردن در کار است، تلاش کردن در کار است، کوشش کردن در کار است. مثلا تلاش های معنوی من بیشتر در جهان امروزه تلاش های ذهنی و معنوی جای انقلاب های بزرگ گرفته است. یعنی که باید تفکر تکنیکی، تفکر مثلا اینترنتی، تفکر رقمی را ما پیش بریم و با دستاوردهای نوئل شویم که مثلا دولت همچون دولت معرفی کرده توانیم و باید فرزندان به کمال رسونیم که به قدر دولت و ملت، به قدر پدر و مادر و به قدر زبان و به قدر مثلا همین دولتداری ملی برسند. واقعا هر شهروند این مسئولیت را باید بشناسد و رسالت هستی و شهروندی خودش را اجرا کند. تشکر برای تشریفتان و صحبت بسیار پرمحتوایتان. سلامت باشید.